روز جهانی قدس یادآور نزدیکی پیروزی نهایی مردم رنج کشیده و صبور فلسطین بر متجاوزان و نمادی از همبستگی، وحدت و بیرون راندن متجاوزان از تمام اراضی اشغالی فلسطین است و حتما لذت پیروزی را خواهد چشید. این وعده الهی است و سنت‌های الهی تخلف ناپذیر. همه روزهای سال روز قدس است. قدس شریف قلب فلسطین است و سراسر کشور غصب شده ادامه قدس است. متاسفانه مدعیان دروغین حقوق بشر در غرب سکوت خجالت‌آوری را پیشه کردند. بدون هر گونه تردید امریکا شریک جرم قطعی جنایت رژیم صهیونیستی در غزه است. جمهوری اسلامی ایران همچنان که پیش از این نیز اعلام کرده است حامی مقاومت بوده. آنها از این جنایت و امثال آن پشیمان خواهند شد.